ایالات متحده به خوبی می‌داند که برجام اکنون یک سند پذیرفته شده چند جانبه است و اهمال نسبت به اجرای آن از سوی آمریکا تخلفی بین المللی تلقی خواهد شد و اعتراض جامعه جهانی را برخواهد انگیخت. هر گونه بدعهدی در اجرای برجام به بی‌اعتباری بیشتر ایالات متحده در سطح جهان می انجامد. تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود. متاسفانه این گونه اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن رأی دیوان عالی آمریکا در تأیید دستاندازی به میلیاردها دلار اموال ملت ایران در سالهای گذشته است.